امشب افتخار دادید، وقت گذاشتید، به جمع پیوستید. کار ما حاصل زحمات یک تیم، یک مجموعه‌ای که خیلی پرتلاش، پر انرژی ظرف چند ماه تمرین کرده. درست اولین تجربه بچه هاست و پیش از این سابقه بازیگری نداشتن، اما همه انرژی، پتانسیل و توانشون رو گذاشتن که امشب توی چشم شما خوش بشین. امیدوارم لذت ببرید و یک شب پرخاطره و لذت بخش رو کنار هم تجربه کنیم. به افتخار البته واضح و مبرهن است که هر دختر و پسری در این جامعه بعد از رسیدن به سنی که دانشمندان جهانی به آن سن بلوغ میگویند باید به فکر یافتن همسری برای خود باشد و این نه فقط در بین انسانها که در میان حیوانات نیز موجود می باشد. اما حیوانات به دلیل حیوان بودن خود حیوان بودن خود قادر به انتخاب همسر از روی عقل و منطق نمی باشند. پس نتیجه می گیریم تنها انسانها هستند که می توانند همسر آینده خود را از روی عقل و منطق انتخاب کنند. پس من که دختری از دختران این سرزمین هستم، در روز 28 از برج 12 ساعت 6:17:05 به وقت نماز مغرب و عشا، در روزی که در آن برای مردگان خیرات خرما می کنند، از روی سلامت عقل و بدون داشتن هیچ جبر و زوری در پشت گردن خیش، عاقبت به 119مین فرد متقاضی ازدواج با خودم و 3 زن پاک دامنش جواب مثبت دادم. این که من این همه فرد متقاضی را از در خانه پدری رد کردم، نه به این دلیلی که خدای نکرده علاقه‌ای به رفتن به خانه بخت نداشتم، یا آنطور که انسان‌های حسود شایعه کرده بودند، از لحاظ داشتن جهیزیه کم و کسری داشتم، بلکه به این جهت بود که میخواستم همسر آینده خود را از روی عقل و منطق انتخاب کنم. البته سخن این شاعر بزرگ دائم در گوشم طنین انداز بود که دختر که رسید به 20 باید به حالش گریست. اما من به عنوان یک دختر از دختران این جامعه سعادت را در زندگی حتی از نان شب نیز واجب‌تر می‌دانم و این سخن همه بزرگان مؤدب ماست. البته بر خدا پوشیده نیست، بر شما هم پوشیده نباشد که من به اتفاق پدر و مادر عزیز و گرامیم این اواخر به این نتیجه مهم رسیده بودیم که باید تا دیر نشده به یک متقاضی جواب بله را بدهیم و با خوش خیالی منتظر نفر 120 باقی نمانیم. به همان گونه که این جانب عاقبت گفتم بله.
برای شما بازگو میکنم انگار که درست اول همان 11 ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه هستم که به خانه به نمره پلاک 28 به اجاره نامچه فرد متقاضی 119 وارد شدم و زندگی مسرت بخش خویش را با همسر آینده خود آغاز نمودم. ببخشید من الان باید چی کار کنم؟ تو راستی خنگی یا خودتو زدی به چلبازی؟ چی فرمودی؟ اگه مستی من دوات کنم، اگه گولی به هوشت کنم، اگه هر درد دیگه هم داری من درمونشو دارم. ولی اگه بخوای بزمجه بازی در بیاری از همین الان بگو که 2 تا قیچی کنم. من نفهمم شما چی میگین. پس نگو یا بگو نفهمی. بچلون میخوای کلکل کنی؟ بسم الله. میخوای سرتو بندازی پایین مثل آدم زندگیتو بکنی؟ بازم بسم الله. منظورتون اینه که منظورتون اینه چیه؟ منظور توزور نداریم. اینجا اصل زندگونی کردنه، هیچ خوبیت نداره. زن جمال خونه شوهرش گاگولی بازی در بیاره. خونه شوهر که لیلی به لاله آدم نمیذارن که. خونه شوهر باز چی کار کنم؟ نه باز چی کار کنم؟ نداری. فقط نباید ننه دوغمال باشی. میشوری، میروبی، دسته گل میکنی، میذاری کنار. چی رو؟ یا قیاس المستقیسی. میگم دسته گل میکنی. بگو چشم. چشم. میگم دستای شما چه پیر شده واسه اینکه دارم تو آبه ها. نقل آب نیست. چند سبا که دیگه گذشت اون بزک دوزکت که پاک شد باید جاش صابون دنبه بمالی. فلحال از ما گفتم بود. شنفتی چی گفتم؟ نه نشنفتی من چی گفتم. خونه شوهر بی عرضه باشی به چی میگن؟ تاپ ترینا. موزی باشی به چی میگن؟ قطب خانوم. احترام زن تو خونه شوهر دست خودشه. باید زنیت داشته باشی. شوهر پاشو تو بیار جلو. ببین شوهر زن قرقی میخواد. بودی موندگاری، نبودی یا رفتی یا موندی تر پستو جات سوگلی آوردن. بالاخره اصلا فهمیدی چی گفتم؟ نمیدونم. میگم بالاخره من به عنوان یک زن شوهردار از زنان شوهردار این جامعه باید چی کار کنم؟ یا کرام الکاتب. یعنی من تا الان داشتم یاسین میخوندم تو گوش خر. یعنی آدم به این گندگی هنوز نمیدونه وقتی رفت خونه شوهر باز چی کار کنه. خب نه. چه خوبم میگی نه نگمه، نه کوفت کاری. خب من دفعه اولمه که میام خونه شوهر. نه این که همه اینا که اینجا دوبار رفتن خونه شوهر. ننه باباهاتون به شما چی یاد دادن؟ اونا گفتم برو خودت یاد میگیری. فکر کردی تو کلاس اکابره؟ خب البته آدم تجربه رو در طول زندگانی به دست میاره.
صدر کافور مگه دور از جون کفن مگده که طول عرض داشته باشه؟ خونه مردمه. وای نفسم بند اومد که اینقدر خیلی خونه شوهر که خونه مرد نیست، خونه خود آدمه. ها ده بیا بذار پیادت کونه کنه، بعد نقشه بکش خونه رو هاپولی کنی. میگم حالا شما میخوای همه اینا رو بشوری؟ به این چسب اسخال میگی همه؟ آخه 4-5 نفر که این همه لباس کثیف نمیکنن. میپرسی که بدونی یا میخوای ترتودت؟ میپرسم که بدونم فقط. ببخشیدم. ادای شما بسن. خیلی نه تو رو خدا نگی. خیلی عذر میخوام. قربونتون برم. تو خیلی بیجا میکنی. مگه خونه شوهر جای چیستا پرسیدنه؟ بهت میگن اینجوریه، تو هم میگه همینجوریه. و سلام نامه شد تمام. ببین اینو آویزه گوشت کن. کار جوهر زنه، کار نکنی شوهره میذارد لای جرز دیوار. آخه دور از جون شما میفهمه. من تا حالا تو زندگی اصلا کار نکردم. چی گفت؟ چی گفتی؟ کار نکردم. تو حالا اصلا کار نکرده. بذار من یه قلوب آب بخورم بعد میریم سراغ کار نکردن تو. بگو یه ذره. تو بگو دست به سیاست. دخترا تا حالا اصلا کار نکرده. تا حالا اصلا کار نکرده. ماشالله نداره؟ داره ماشالله ماشالله بهش بگی. ماشالله. صد قلب و بلا بهش بگی. ماشالله. ماشالله ماشالله بهش بگی. ماشالله. صد قلب و بلا بهش بگی. ماشالله. هر کی نگه ماشالله سوراخ شفالا. ماشالله 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 ماشالله. این کمره یا فنره؟ اگه کمره قیرش بده، اگه فنره ولش بده. خوبه جمع کن بخور و بیخواب کار منه، خدا نگهدار منه. پس قد خرپیره از خدا عمر گرفتی، تا حالا چه گوهی میخوردی؟ خب من بیشتر داشتم به تقاضاهام رسیدگی میکردم. چی؟ این که گفتی چی بوده؟ خوردنیه؟ پوشیدنیه؟ مالیدنیه؟ تقاضا دیگه، خواستگار و این حرفا. بگو شوهریمو خلاص کن بابا. به نظر من انتخاب همسر آینده کار خیلی مهمیه. همسر آینده؟ آره شد یه فرنگیا. بابا آدم شوهر میکنه، به آدم میگه شوهر. این دیگه این همه قلوم به سلوم به حرف زدن نداره که. شما این موضوع مهم و خیلی ساده میگیرین. مگه راه هم داره؟ حالا چند تایی داشتی؟ تا ساعت 11:05:30 119 تا. اوا نجم خاتون خاک به سرم. چرا حال رفتی؟ خاک به سرم حال رفت. حالا چی کار کنین؟ از حال رفت نجم خاتون از حال رفت. به من چه؟ مگه من حکیمم؟ بگی ببینم. این چیه؟ بچه با است. تو رو خدا بگیرش من چندشم میشه. چندشم میشه چیه؟ به خدا دلم آشوب میشه. حالا بچه گربه و یه چیزی گربه بازی؟ چرا دست می گربه ما به درستان
خیلی بیجا کردی. چند راجع به بچه‌های مردم نظر بدی. بگی ببینم. بچه چندمته؟ این بچه من نیست. یعنی شاید هم باشه ها. نیست یادن آدم اشتباه میگیره. این کم بگیر. وای تو رو خدا بگیرشون میندازمشونا. خیلی تیتیش مامانی بازی در میاری ها. به خدا مورم میشه. خونه شوور اینطوری میشه اونطوری میشه نداری. من موندم تو چجوری میخوای شوورداری کنی؟ شوهرداری چه ربطی به بچه داری داره آخه؟ اول شووره. قربونت بشم و فدات بشم و عشق منی و عزیز دلم. وای ماشاءالله بگی؟ بچه زیاد که ماشاءالله نداره جریمه میکنن. بله نسبت غلط میکنن. نونش یک کس دیگه میده. زورش به کسی دیگه میشینه. بالا کار خوبی میکنن. بچه زیادش خوبه. مگه میخچه که زیادیش بد باشه؟ شما زیاد دارین؟ بچه؟ نه میخچه. زهر مار؟ زهر نبود؟ بگو ببینم. خودشه؟ نه بچه گدا جمع میکنه. نه بچه رو میخواد چی کار آخه؟ آدم زنده که بی رد و اثر نمیشه. آخه رد و اثر یکی دو تا نه این همه اینا رو کجا جا میده؟ تو قصهشو نخور جاشون میده. زندگی با این همه بچه باید خیلی کار سختی باشه. گفتن سخت و آسون تو خونه شوور حرف وله. بچه رو خدا میده تو با بزرگش کنی یه قلبون بده. که زیادن هر چقدر برمیداری میذاری تموم هم نمیشن. چی؟ ببینم. شکر خدا اون چشمات که شور نیست. آقا قربونش برم یه ماشاءالله تو اون زبونت نیست که. میترسم آخر این طفل معصوم یه طورشون بشه. لا حول ولا قوة الا بالله. بهتره که چشم حسود. لعنت بر چشم بد. چیزا دیدم از چشم شور. درخت بود یه همچین. به یه نظر از وسط نصف شد رفت. اون درخت بوده بچه که نصف نمیشه آخه. خدایی نکرده تب لازم که میگیره. حالا چیت میشه یه ماشاءالله بگی؟ اون زبونت شاقالوس در میاره؟ مثلا من موندم. شما چطور زیر باره این همه بچه رفتین آخه؟ واسه من از دیپلم بالا حرف نزن. خونه شما رو واسه لوری حرف بزنی. آخه چرا زبون لرستانی این همه زبون زنده تو دنیا؟ خانم زایدن نشونه سلامت زنه. برای اینکه بفهمم سالمم یا مریضم لازم نبود این همه متقاضی رو رد کنم. اونم چی؟ 119 تا. ای وای نعیم خاتون چرا نهار رفتی آخه؟ نعیم خاتون برم آب بیارم. ای وای بیا اینجا ببینم. دختر جون تو انگار بنا نداری شوهر داری. اگه نمیخواستم اینجا چی اینو با خودش شور نیست. اصلا نمک نداره. یه عالم نمک ریختم ها. بی نمک بی نمک. ببین منو از من به تو نصیحت. اگه میخوای شوهرداری کنی باید بدونی شوهرداری لم داره. نخوای لما رو یاد بگیری تو خونه شوهر برای ترم خورد نمیکنن ها. بخوری ترشیش چطوره؟ خیلی ترشه. من که هنوز ترشیشو نزدم. جیگرم آب کرد. زن تو خونه شوهر نمیپرسه
واسه چی کار باید بکنم زون جان؟ چی کار نباید بکنم؟ خودش واسه یه کاری واسه خودش دست و پا کنه دیگه. خب زن بیچاره از کجا بفهمه باید چی کار کنه؟ چقدر توان شده بخور ببین. نه. چی؟ سردید کرده دختر جون؟ نه. ببینم زبون تو ببینم. آب دهنت میره؟ نه. و چطور چیزا به این تندی رو میخوری میگه اصلا تند نیست؟ آخه من ازم تندی حالیم نمیشه. واسه همینه که طبعت تنده دیگه. ولی همه به هم میگن خیلی آرومی. دختر جون ریخت و قیافه غذا که معلوم نمیکنه تنده، شوره، ترشه. وقتی میخوریش تازه میفهمی چه خبره. ولی هیچکی تا حالا از من بدی ندیده. آره خب آش که میپزی یکی میخوره خوشش میاد، یکی هم میخوره دلش درد میگیره، ولی همه خسر بهت میگن دست درد نکنه. این بخور این پخته؟ خامه انگار. مثل من که خامم. من هیچی حالیم نیست نه. آخ 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 آخ. خب این بده، خیلی بده. زن مخصوصا تو خونه شوهر باز همه چی حالیش باشه، اما سیاست داشته باشه خودشو بزنه به خریت. مکر زنون میگم یعنی همین دیگه. خیال نکن مکر زنون چیز بدیه. مردا رو ول کن که حرف زیاد میزنن از این مکر، ولی خودشون هم خوب میدونن که به نفعشونه. آش شد که این دختر تو میگی خامه. منم دیگه پخت. ببین منو زن باز ریز بگه، ریزم انگولک کنه، اما یه جوری که انگار نه انگار. خمیر زن باز اینجوری باشه ها. این همون للیه که بهت میگم ها. یعنی چی؟ ای بابا یعنی مثلا غذای بی نمک میخوری باز بگی نمکش خوبه. تندی میخوری باید بگی اصلا تند نیست. ترشی میخوری باید بگی صفرا زردآب و شسوار. خب که چی بشه؟ هی نگو چی بشه دختر جون. شوهر مثل بچه است. سیبیلا گوشاتونو بگیرین. هی تو بیهیا گوشاتو بگیر. گوشش نگیر. هی دیدم گوشاتو بگیر. گرفت. شوهر مثل بچه است. به بچه زور کنی چجوری لج میکنه؟ شوهرم همونطوره. این تویی که باید بدونی بچه رو چجوری راه ببری. تو به دلش باش. بگو میکنم ولی نکن. به زبون بگو آره ولی در عمل خیال باش. کاش که زبونم میسوخت و آره رو نمیگفتم. خب اونجوری که باز ترشیت مینداختن و تا آخر عمر از تنهایی پیشوری میمردی که. بیا اینجا ببینم. سرتو بیا جلو. وقتشه ها. وقت چی؟ وقتی گفتن همون چیزی که باید بگی تا منم از حال برم دیگه. اگه از حال نرم که یعنی مثل این دوتای دیگه نیستم. خب نباشی. میگم مکر زنون حالیت نیست. خب اینجوری شوهر خیال میکنه زن با زن فرق داره. میدونم زن با زن فرق داره، ولی تو باز یه جوری رفتار کنی که یعنی مثلا نداره. چرا؟ چون که یک زن با سیاست، باهوش و با قیاست، زرنگ بلد با وقار، دید تو دستش یاتاقات، قرصی به پا سر بالا میگرده توی بازار. بلکه که پیدا کنه یه همدم یه مونس، 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 یه همدم. امان از این مردا. نگم این که
یه بویی داره. وقت میخواد همه گلا رو بو کنه. اما وقتی خیالش راحت بشه که نداره، خودش یه جا خسته میشه و میباره. میگم تو فکر میکنی کی میباره؟ خدا عالمه. قربون دستت بگو، داره دیر میشه. بگو مکر زنون یادت نره. بلند بگم؟ بلند بگو. 119 تا. ای وای نفیس خاتون. نفیس خاتون. صدا چی بود؟ نفیس خاتون. من ببینم صدا چی بود. آقا جان. آقا جان. فرد متقاضی 119 دقیقاً 11 ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه بعد از گرفتن جواب مثبت از این جانب، در حالی که حبی از دستمال پیچازیش بر دهان نهاده بود و کیفور صورتش را به طرف آفتاب برگردانده بود، چای قند پهلویش به گلو نشست و پیش چشم اهل و عیالها جان به جان آفرین تسلیم کرد و راهی دیار باقی شد. روحش شاد و یادش گرامی. البته واضح و مبرهن است که نه به همین سادگی که این جانب گفتم.
خاتون. نجیب خاتون. نفیس خاتون. خوشبختم. باش. منم ارادتمند همه شما. کافیه. ناکافیه. چک. من بعد ببین منو، من بعد هر کی هر کاری کرد تو هم همون غلط رو میکنی، همون کار رو میکنی. حالیت شد یا حالیت کنم؟ حالیم شد، ولی بذاری من شکل خودم گریه کنم. البته که بیخواد میکنی شکل خودت گریه کنی. نمیخوام نمایش بدیم که شوهرمون جنت مکان شده. خب خدا بیامرزدش. معقول مثل آدمیزاد با یه ریز گریه و یه جعبه خرما و یه سینی حلوا آبروشو برگزار میکنیم و سلام نامه تمام. فاتحه است. صلوات اللهم صل علی محمد محمد با پول و ملائک هم نشده. خدا بزنه کمرش. حالا با این یتیما چی کار کنیم؟ من دست خودم نیست، احساساتم ریقیه یا یوبسه من نمیفهمم. فهمتش اینه که ما میگیم. شنفتی؟ ولی من نمیتونم جلوی گریم رو بگیرم، فوران میکنه. این دریاست که سرشو برداری شوری بریزیش بیرون. اشک آدمی زاده. آخه من بدبخت تازه عروس بودم. چاره چیه؟ پیشونی نوشتته. پیشونی منو کجا میشونی؟ من اصلا وقت نکردم استعدادم رو تو زمینه شوهرداری نشون بدم. چرا من آخه چون تو خنگی، چون این دستت به این دستت میگه شمسی خانوم. برو خدا رو شکر کن شوهرت مرد آبرومند بیوه شدی. اگه اون مرحوم زنده مونده بود که عینهون بر میفرستاد خونه ننت بدتر انگشت نما میشدی. مگه من چی کار کردم آخه؟ مخلص کلوم آفتاب نشسته قدی خر که قانون مقررات خونه شوبر حالیت نیست. یه بندم که داری زوزه میکشی. اون از وقتی اون خدا بیامرز زنده بود این از حالا که سرشو گذاشته رفته. خب چرا سرشو گذاشته رفته؟ اصلا اگه میخواست بمیره چرا متقاضی شد؟ من یه گوشه نشسته بودم داشتم به تقاضاهام رسیدگی میکردم. تقاضا با بده این لغلقه زبونو. متقاضی طلب شد رفت به کارش. ببینم شما اصلا قصه نمیخورین؟ وقت داریم که قصه بخوری. بابا اون بدبختم سقط شد، نفله شد، تموم شد رفت. وای چجوری دلت میاد اینجوری حرف بزنی؟ ناسلامتی شوهرت مرده. اون که شوهرم بوده. اگه دور از جون بابامم بود باز همینو میگفتم. آخه شوهر آدم عزیز آدمه. مرحوم شوهرم بوده. آخه 119 تا متقاضی رو کسی نمیخواد قش کنه؟ قش دیگه واسه چی؟ آخه اون نوبت که من متعدد متقاضی رو میگفتم شما برو همینجوری بابا دلت خوشه. اون زمان یه سایه‌ای بالای سر بود. الان که دیگه نیست. چه کاریه؟ باش پس خودم قش میکنم. آه خدا دست و پام چه ضعفی میره آخه. آه کسی آدم ثابت نمیکنه.
شده. نه نشد. از خروسخور هرچه دهنت در میاد داری میگی خیال مردم گاون. من که حرفی نزدم. ببین من از اوناش نیستم که هر نقدلی بقالی هر چی از اون دهانش در اومد من بگه منم هیچی بهش نگم جرش میدم. خدا من از این اخلاقا ندارم. ده همین دیگه قالتا خانوم، شکلت یه جور مرامت یه جور، زبونتو مار بزنه به اون حرف زدنت ما وقتی چرا شما همه با من بیچاره دعوا دارین آخه؟ به کلی بازی در نیار، ننه من قریبا بازی در نیار. من خودم هفت خطیم اون سرش ناپیدا. من با کسی کاری ندارم که فقط میخوام یکم برای شوهر مردم گریه کنم. معصیته مسلمونا، معصیته. هی شوبرم نکن. ما شوبر ندیده نیستیم که لقلقه زبونت شده شوبرم. اون خدا بیامرز همونقدر که شوبر تو بوده شوبر ما هم بوده. چی؟ شوهر ما هم بوده. خواسته که اون جنت مکان قبل شوهر ما بوده بعد شوهر تو شده. حالا شم میخوای گریه کنی؟ کو گریه؟ کو اشکات؟ کو دیگه؟ نبون کن بینیم. من گریه ها فقط صدا داره. دکی دیدی داری خودتو شیرین میکنی. اون ننه مرده مرحوم بهونه است قرشمال. تو اصلا با اون ننه مرده نشست و برخاست کردی داری اینجوری واسش یقه چاک میدی؟ خب من خاک بر سر بدبختیم همینه دیگه. اصلا فرصت نکردم که بگم چی از زندگی مشترک میخوام. زرشک مگه میدونی چی میخوای؟ جز زار و زور. میدونم خیلی هم خوب میدونم. ده نمیدونی تو خواب و خیالی. سیاست شوهرداری رو که گذاشتی تو دوگوله پستو خیس بخوره. من میخواستم یه جور دیگه باشم نه اینه شما. بلندش تو خواب ببینی این ما باشی. دویا من به خیالت ما گاگولی بودیم اینجوری زندگی کردیم. ما هم به امید و آرزو اومده بودیم اما نشد. گشتیم نبود، نگرد نیست. سومم خونه شوهر قانون مقرراتی داره که فلکم از عهده‌اش بر نمیاد. همچین به زمین گرم میزندت که بلند نشی. اما من عوضش میکردم. با چی؟ با نازک نارنجی بازی با افت. خیالت ما نمیدونیم تو دردت یه چی دیگه است. چیه؟ میخوای بگی توی ما 4 تا تو فرق داری و تافته جدا بافته ای. آها همینه. ولی کور خوندی زلزلک زلزلو نمیذاری ما رو خود دوست داری کنی بگی سمون بخندی. هر پخی هم باشیم البته دور از جون این جمع همه عین همین. 100 تام که باشیم باز یه جور باشیم. رسم خونه شوهرینه. چه شوهر زنده چه مرده. چی؟ چه زنده چه مرده. من 119 تا متقاضی رو کسی نمیخواد قش کنه؟ مگه نوبت قبل کسی قش کرد؟ نه یادم نبود. من خودم قش کردم. پس این بارم دست خودتو میبوسه. آره بریز رو داریه هنراتو ببینی. راستش دیگه دل و دماغشو ندارم اصلا. ولی محض عین هم بودن بفرما. چطور به نظر میام؟ بد خیلی بد. القصه این جانب تنها توانستم به مدت 11 ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه
در زندگی مشترک با متقاضی متوفا و 3 زن پاک دامنش عسل را در خانه بخت مزه کنم و دوام بیاورم. اما همین زمان کوتاه کافی بود تا داستان من درس عبرتی باشد برای الباقی دختران این جامعه، چرا که همانطور که شاعر همواره می‌فرماید نمکدان بی نمک شوری ندارد، دل من طاقت دوری ندارد. یا به عبارت دیگر ای نامه که می روی به سویش، از جانب من ببوس رویش. میخوام یه تشکر بکنم از مجموعه بچه‌هایی که توی این کار با ما همکاری کردن و واقعا خیلی کمک اونها، حمایت اونها و یاری اونها و پشت کار، تمرین و ممارست و عشقی که داشتن برای ما و تیم تعیین کننده بود. بازیگرهای ما واقعا دستشون درد نکنه، تک تک ازشون تشکر میکنم، از تعیین کننده بسیار خوبمون دروغ نازنین که واقعا اگر حمایت بی‌دریغش نبود، اگر پشت کار ممارستش و عزم راسخش برای به سرانجام رسوندن این کار نبود، هرگز ما این اجرا رو نمی داشتیم. و تشکر از شماهایی که امشب اومدین و با حضورتون ما رو دلگرم کردین برای ادامه مسیرمون. انشالله که تو اجراهای بعدی شما رو ببینیم. بازم ممنون. دوستان زحمت معرفی عوامل رو میکشم، وگرنه مجموعه ما یک تیم 13-14 نفر است که من گفتم بسپرم فروتان زحمت معرفی باشه. شبتون بخیر دوستان، منم خیر مقدم میگم به همتون. قرار بود که من به انگلیسی صحبت کنم چون یه سری مهمون در واقع غیر فارسی زبان داشتیم، ولی الان میبینم فکر می‌کنم تقریبا 2-3 نفر بیشتر از دوستان نیستن که I hope you forgive me for speaking in Farsi, but I just want to thank everyone who are here tonight, especially our team. So I'm going to English anyways. So I think we need to appreciate that this show that we saw tonight has been the first effort, has been the first work done here in Auckland, in Ottawa, New Zealand. So it's the first Farsi theatre show, and it hasn't been an easy job to do. It hasn't been an easy journey to embark on actually. So as Fruzan said, it's been the outcome of 7 months of intensive work from an incredible team of volunteers and experts, from our director, the patient, wise and hardworking director, to our talented actresses and also the crew who were working behind the scene in the last 7 months. But as I said, it required patience, discipline, commitment, and more than everything else, teamwork. So there has been long days of rehearsal and practice. There has been moments of disappointment, doubt,
and frustration. That's normal, you know. People had to put so much time and energy besides their family life, their work, to prepare themselves for this show. But the team has been able to overcome all those challenges, and finally tonight I feel so proud and I'm so grateful for having this team. And I think it's a very big night, not just for our team here, but for the whole Iranian Farsi-speaking community here in New Zealand. Because as I said, we have been able to lay the foundation for something not only new, but meaningful. And at IVIN, we are so honored to be able to play a role, to play a part in growing this cultural story of our community here in New Zealand. And the last thing I want to say is that since beginning in 2020, when IVIN started, one of our main goals has been to create opportunities for women to fulfill their talents, their potentials, to find ways to grow and succeed. And we all know that when women thrive, so do families. And through families and women, we can see the community that can succeed and grow more. So I'm not talking more than this. Let's put our hands once again together for this team, and then we are going to give some trophies and some small tokens of appreciation to them. Thank you. Can I find the father of this party? So on that note, we wanted to formally recognize everyone and all their efforts that they've put into this initiative for the past few months. So I have a list of names which we wanted to acknowledge on behalf of IVIN. First, I wanted to thank a big thank you to our kind and patient state secretary, Farzan Zamani. He kept everything running smoothly behind the scenes. Next, a massive thank you to our creative stage director, Stage decorator, actually. stage decorator, sorry, Ladan Fariri. Ladan Fadiri, whose work transformed the space and brought the story to life. To our incredible music team, you brought so much life and energy to the show with your vibrant tunes. Thank you to Mehdi Smiley and Semper Vorgan. To get up and dance when they were playing music. It was quite incredible. Of course, we can't acknowledge this team without acknowledging our wonderful actresses who absolutely shone on stage tonight, and they brought the story to life with their performances. Parisa, Saideh, Ilham, and Adi. It was incredible. Next, I'd like to thank our photographer. Thank you so much for capturing this special moment so beautifully. Saladar. And of course, our incredible director, Furuzan Jalali. We truly owe this entire project to you, and your talent and leadership and wisdom wouldn't have made this.
worked alongside Fuluzan and made this what it could be, what you guys have. Thank you very much. And I think the last but not the least are our sponsors. So we have two businesses who supported us for having this show on stage. Ariana Food for delicious sweets that they offered for Mother's Day to us, and we were able to welcome you with those Persian sweets. And also Trusted Advisor, who offer a wide range of insurance services, as I'm sure most of you know about them, including life insurance, health insurance, income protection, travel, TV saver, and a range of other insurance services. They have been also supporting us, and we are so grateful to both of them. So if I can ask them just to come to stage and be with us here. Mr. Shawar, if I can find you, and Mr. Babakani. Are we all in the frame? دست به چیزی نزنید. یعنی تنظیم این که دست و حرکت و صدا با هم هماهنگ باشه اصلا اصل بازیگریه. صدا الهام بالا تنظیم نفس. منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است. من الهامم. نقش نعیم خاتون رو توی تئاتر البته واضح و مبرهن است بازی کردم. منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است. ما با هم تونستیم اولین تئاتر ایرانی رو در نیوزیلند اجرا بکنیم و این فقط یه شروعه. امیدوارم که این مسیر ادامه داشته باشه و شاهد اجرای بزرگتر و درخشانتری از تیممون باشیم که من در ترک میخانه دلی پیمان شکن دارم. ما توی چهره آدم‌هایی که اونجا نشسته بودن و آدینس ما بودن خنده رو دیدیم و گفتن اصلا فکر نمی‌کردیم داریم تئاتری رو نگاه می‌کنیم که یک گروه برای اولین بار دارن اجرا می‌کنن و اولین اجرای زندگیشونه. وقتی میگیم منم آرش خودمون اون انرژی رو توش میاریم. میگه منم آرش. الا ای پیر فرزانه مکن ترکم ز پیمانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم. این کار حاصل 7 ماه عشق و صبر و پشتکار بچه هاست و حالا داریم نتیجهش رو می‌بینیم. پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. الان به دهنم دیگه نگاه کردیم؟ فهمیدیم که البته واضح و مبرهن است. بهترین جمله‌ای که شنیدم و بارها شنیدم این بودش که گفتن ما رو به تجربه تئاترهای تهران بردی و چه چیزی قشنگتر از این
که این تجربه رو در خونه جدیدمون با هموطنانمون بسازیم. باید ببینه که ورق برگشت. من موندم تو چجوری میخوای شوهرداری کنی؟ زن تو خونه شوهر نمیپرسه چی کار باید بکنم چی کار نباید بکنم. هیچ خوبیت نداره زن جماعت تو خونه شوهرش گاگولی بازی در میاره. زن مخصوصا تو خونه شوهر باید همه چی بالش میشه. زایدن نشونه سلامت زنه. اگه هر درد دیگه هم داری من درمونشو دارم. من تا حالا اصلا کار نکردم. پریسا ببخشید این کار نکردن نوعی فخرته. من تا حالا اصلا کار نکردم. شکل خودت گریه کنی تا اگه تو شکل خودتو با تاکید بگی آزی هم راحت تر اینو میتونه براش اداشو در اداتو در بگو. لطفا بگو سهم گریهشون چقدره؟ یکی داستان است پر آب چشم دل نازک آید ز رستم ز خشم. یکی داستان است پر آب چشم دل نازک آید ز رستم به خشم. ها یعنی روی تک تک کلمات یه آکسانی میذاریم. تو حالا اینجوری بگو. یکی داستان است پر آب چشم دل نازک آید ز رستم به خشم. میخوام که بخش بم صداتون رو فعال کنید. بکنید که معرکه گیرا یا پرده خونا چجوری از صداشون استفاده میکنن که بدون هیچ میکروفونی بدون هیچ امکانات صدایی صداشون به جمعیت عظیمی برسه. چیکار میکنن؟ ها 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 خندم میگیره یه دقیقه وایسا. دل نازک آید ز رستم به خشم. آفرین. این که دستشو باش میکس کرد ما رو خیلی خیلی به این باور رسون که واقعا نقاله. با اضافه کردن یه اکت اینطوریه. یه بار از اول بریم پریسا جون بگه ها 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 ها. منم آرش سپاهی مرد آزاده. اونی که میاد منم آرش رو میخونه نمیگه منم آرش سپاهی، میگه منم آرش. منم آرش سپاهی مرد آزاده. منم آرش سپاهی مرد آزاده. منم آرش سپاهی مرد آزاده به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. ننه بابا شما چی یاد دادن؟ ننه بابا شما چی یاد دادن؟ البته آدم تجربه رو در طول زندگانی به دست بیاره. اصلا نیاز نیست که به جلو. قرار مدار چیه؟ بگی ببینم. چقدر اینا زیادن. زبونت درد میگیره یا ماشالله بگی؟ قربونش برم یا ماشالله تو اون زبونت نیست که. ماشالله ماشالله بهش بگیر. ماشالله زن کن هوالله بهش بگیر. همینجا مثلا نظرچرخ اینجاست یه همینجا مرکز ثقل ورزت رو اینجا داشته باش. شما قرار نیست اینجوری بری دور بزن. جواب مثبت دادم. عالی بود خیلی خوبتر شد پریسا. عزیز شاهانه ایشالا مبارکش کن گل گلستانه ایشالا مبارکش کن. ولی به طور کلی هر چقدر بیشتر باش حال کنید درست‌تر در میاد. یعنی هر چی بیشتر ازش لذت ببرید. دائم در گوشم تنین انداز بود که دختر که رسید به نیست. اگه مستی دوات کنم. آفرین اگه مستی دوات کنم. اگر گوری به هوشت کنم. چند سواد دیگه بگذره اون بزک دوزک تو هم که پاک بشه. البته واضح و مبرهن است. چشمات از کاسه در میارم. فاصله یه ذره بینشون یه مکس بده. توناژش هم عوض میشه. که نشنفم از این حرفا بزنی ها. اون چشمات از کاسه در میارم. 119 چرا یه دونه میکشید؟ یعنی اوه اصلا یه بار دیگه بزن. 3 2 1 میدونم که به نفع بشینه.
حالا این فاصله چقدر باشه شما این تمام نمیشه. مثلا 2 تا 3 یه بار ضبط کنیم بعد 2-3 ساعت بریک داشته باشیم تا اون 10 تا 11 تموم شد. ما بریم 12 قشنگ خونه ریلکس می‌کنیم. ببخشید خونه شما خونه نزدیک شما همتون بیایید خونه ما. ما یه 2 ساعت و نیمی ماها لازم داریم. در بهترین حالت ما اینجا خیلی خوب آماده بشیم 11 صبح. صبح اینجا میگم نه گوش بده میگم 11 بخواین نه چرا 11 12 بیام ما از 10 9 که بیام نه ببین ما 11 ما مثلا 10:30 بیاریم آرایشمون رو انجام میده. آره برای یعنی میتونن آره برای ساعت 3 تا 5 دیگه اگر لازمه که استراحت کنیم. دیگه نیست چیزی. حالا برای اینا رو بزنیم. آره یادش میمونه خیلی باحاله. یه عکس هم ازش بگیریم. بچه‌ها برین رو ریکورد. یرینا please put the record on. دوربین رفته؟ دوربین رفت. حرکت. البته واضح و مبرهن است که هر دختر و پسری در این جامعه بعد از رسیدن به